درود بینندگان عزیز، منظور است برای شما برنامه درخشان از تلویزیون ولایت سود. با شما هستم اهل‌دین شمس‌دین زاده. امروز منبر بلند برنامه درخشان برای استعدادها البته سهم بی‌نظیر خود را گذاشته. استعداد از این لایحه از جانب اداره تلویزیون و رادیو ولایت سود در همکاری با کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان راه اندازی شده است و هر نفری که در برنامه درخشان البته از هنر خود، استعداد خود البته درک می‌دهد، با دستگیری کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک جمهوری تاجیکستان صاحب مدال برنامه رمزی برنامه درخشان می‌گردد و بیاید با یک کفکوبی صمیمی قهرمان برنامه نوبتی را دعوت می‌کنیم. برام بار دیگر درود بینندگان عزیز، یادداشت می‌شیم که برنامه درخشان از جانب اداره تلویزیون و رادیو ولایت سود در همکاری با کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان منظور شما می‌گردد. اگر شما فرزند شما، نبیره شما یا خود شما دارای استعداد و لیاقت فوق‌العاده باشید، پس رقم تلفنی که حالا برای شما نموده است زنگ زنید. ما کوشش می‌کنیم یک برنامه جالب آماده کنیم یا با صفحه اجتماعی برنامه هم در فیسبوک و هم در اینستاگرام با اسم برنامه درخشان تلویزیون ولایت سود ثبت شده است وارد گردید. البته درخواست خود را گذارید. و امروز بینندگان عزیز مهمون برنامه درخشان هستند برادر و خواهران از یک عائله که میخواهند با استعداد و مهارت خود که اشتراکچی آزمون ها هستند، المپیاده ها هستند، برنامه ما را زیب بخشند. قبل از همه میخواستم خود را معرفی کنید. از شما آغاز میکنیم. السلام ای مردمی با ننگ و آری این دیار. السلام ای نوری استقلال و فیضی بیشمار. با صداقت بر سخن بهر وطن برخاستیم. السلام ای همنوای و همفضای و همدیار. من نعیمزاده شاهینه، خواننده صنف پنجم مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان با لیاقت در شهر بستا می باشم. آفرین، احسن. هر دو برادر و خواهر هستید؟ بله. آفرین، مرحمت شما. یاران همه جا ولی وطن در یک جاست. هر سنگ وطن مثالی هیکل زیباست. عالم همه جا عزیز لیکن بر من مادر یک تاست، تاجیکستان یک تاست. السلام علیکم استادان عزیز. من نعیمزاده رمضان، خواننده صنف چهارم بی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان با لیاقت در شهر بوستا می باشم. من زیاده از 100 شعر، 1400 مصرع، 30 چیستان، 70 افسانه و 30 حکایه، 2 داستان و 10 تجگویک از بر نمودم. آفرین، احسن. میتونیم این لحظه یک شعری برای خودتان پسند را قرائت کنید؟ بله. مرحبا. پیشوا. مرحبا. سلام ای پیشوا، مردی خداداد، بکردی از سر نو کشور آباد. همه احسن همه خوانیم تحسین، با آن فرزانه مادر که تو را زاد. پی حفظ وطن از خواب ماندی، گه از دیده جای اشک راندی. بسد عزم و تلاشی زحمتی بیش وطن را بر ره وحدت رساندی. خدا خندید بر رویت امان باش، سرافراز آدمی روی جهان باش. مگو زینهار که روز پیر گشتم، همیشه پیشوای تاجیکان باش. بله اسماعیل سامان تو هستی، شکوه و بخت نورافشان تو هستی. مبارک باد جشن استقلال و وحدت، با قلبی تاجیکستان جان تو هستی. آفرین. رمضان و شاهینه، من قبل از همه شما رو با برنامه درخشان از نام کلی گروه ایجادی خوش آمدید میگم. ما میتوانیم امروز یک برنامه جالب، برنامه شوق‌آور به مثل خواهر و برادر آماده کرده باشیم. میتوانیم؟ بله. وعده میدهید؟ بله. خب آفرین باشد. من میگم شکل برنامه آزاد است، آزاد باشید. میتوانیم اطراف استعداد شما، دانش شما، زندگی نامه شما، حیات ایجادی شما البته صحبت کنیم. من میخوام که به نهایت آزاد باشید. خب
نترسیده؟ بله. خب آفرین احسن برنامه‌های درخشان رو تماشا میکردید شوینا؟ بله. خب در چگونه تل- تماشا میکردید؟ چی پسند بود برای شما؟ ما همیشه در تلویزیون بعضی وقتا برنامه درخشان رو تماشا میکردیم. به ما بیشتر سوال و جواب های برنامه درخشان به ما بیشتر پسند است. خب برای شما چیش پسند است وقتی سوال جواب میکنیم؟ بله وقتی که ما کم کم این برنامه درخشان رو با همراه اویله ما تماشا میکنیم و برنامه درخشان به من خیلی پسند است چون که در برنامه درخشان سوال و جواب شوق‌آور و دستاوردهای خود را در آنجا نشان می‌دهد. رمضان گفتید که شما کم کم برنامه‌های درخشان رو تماشا میکنید. از این بعد میتوانید برنامه رو زیادتر تماشا کنید. بله وعده میدهید؟ وعده می‌دهم. آفرین احسن. خب بینندگان عزیز شروع میکنیم. ما میخواهیم در برنامه درخشان اطراف استعداد شما صحبت کنیم. بگویید که کی دارای کدام قابلیت است لیاقت است در کدام آزمون یا المپیاد شرکت ورزیدگی است؟ مرحمت از شما رمضان در کدام آزمون اشتراک من در آزمون‌های خوشخطانی بهترین خب جای چند سزاوار جای چند شده؟ من در خوشخطانی بهترین سزاوار جای اول گردیدم. یعنی که حسن خطتون زیباست وقتی که می نویسید. بله آفرین و احسن. در کتابخانه بهترین من سزاوار جای دوم گردیدم آفرین و در روزنامه‌داری بهترین من سزاوار جای سوم گردیدم آفرین احسن. و در چیستاندانی بهترین من سزاوار جای دوم گردیدم. یک چیستانی بهترین گوید. یک چیستان بهترین هم. سرودش چیق نمی شود اصل جیق. چی است؟ جواب این چیستان گنجشک است. نمی شود اصل خواب وقت را میکند حساب. سوال؟ بله آفرین. خب باشد بهترین. باز با کدام آزمون ها اشتراک کردید؟ من باز در آزمون‌های مانند همین آزمون‌ها باز در یک چند خیل همین خیل آزمون‌ها اشتراک ورزیده سزاوار جایی نمایان گردیدم. من سال جاری در آزمون فروغ صبح دانای کتاب است. در دور مکتبی سزاوار جای اول گردیدم و در دور نهایی سزاوار جای سوم گردیدم و در دور ولایتی سزاوار جای افتخاری گردیدم. آفرین احسن. یعنی با این رو افتاده نیستید رمضان. نه. یعنی که کوشش میکنید که و من- کمبودی ها رو برطرف کرده. بله کمبودی ها را اصلاح کنم. خب در اینجا استادتون کی هستن؟ در اینجا استادی من ملاجان و نگینه می باشد. که کمک میکنم برای بله. شما. خب احسن شما من نیز اشتراکچی یکچند آزمون ها هستم. من در بسیار المپیاده ها و آزمون های سطح مکتبی اشتراک می نمایم و سزاوار جای های نمایان می گردم. من اینچنین اشتراکچی دور جمهوری آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. از روی نامیناسی ادبیات کودکان و نورسان می باشم. من در دور مکتبی این آزمون سزاوار جای اول شدم. در دور شهری باشد سزاوار جای دوم و در دور ولایتی باشد سزاوار جای دوم گشتم. من امسال باز میخواهم که در دور نهایی نیز سزاوار جای نمایان گردم. خب کمبودی در چی بوده است شوینا وقتی که اعضای حکمان گفتن انا همینجا کمی نقصان دارد کمبودی دارد باید اصلاح کنیم البته میگوین که برای استادتان برای بله. شما کمبودی در چی بوده است؟ البته هر یک شخص کمبودی خود را دارد. من نیز کمبودی خود را دارم. هنگام اشتراک من کمی به سراسیمگی راه دادم و این را استادان به من گفتند که کمی استادتر گپ زنم و دیگر به سراسیمگی راه ندیم. من حرکت میکنم که این خطاگی خود را اصلاح نمایم. آفرین احسن میگم کی به این سوالی من جواب میدهد شاعر نویسنده عزیزی عزیز بله. کی از ایجادیات استاد شعر یا حکایه میدوند کی از بین شما؟ من یکچند اثرهای استاد عزیز را مطالعه کردم. یکی از آنها این اثری جزودان، انیسه علیسه و من، پیرمرد و سپاهی، دو خرسک به رفتم و غیره هم می باشد. شما؟ من هم از عزیز بسیار کتاب ها از بر نمودم. مثلا کتاب انیسه علیسه و من، باز کتاب جزودان، کتاب پیرمرد و سپاهی را از خود نمودم. کی حالا یک حکایه نقل میکند از استاد؟ من میخواهم که حکایه دو خرسک به رفتن را به شما نقل کنم. بیاید یک کار کنیم یک حکایه رو هر دو میگیرید بله. آغازش رو شما میگوید ادامهش رو برادرتون میشود یک حکایه رو با هم نقل کنید مرحبا کی آغاز میکند؟ قصه های ایام تعطیل.
مرحمت شما آغاز کنید. در این اثر استاد درباره دلوار نام یک پسر بچه گپ میزند. دلوار اولا پسر بچه نه اونقدر باودا بود و به خطاگی های زیاد راه میداد، ولی بعد از در وقت تعطیل او خیلی شکلش رو دیگر کرد. او بعد از خطاگی هایش دیگر نگذاشت که به خطاگی راه دهد. بعد از تنبیه پدر و باز چندین ضرب مثل و چیستان ها نیز از بر نمود، وقتهای خود را خالی نگذراند و او دانشش باز هم مکملتر گشت. و وقتی که پدرش به او سوال میدهد که آیا تو میخواهی به باغ بروی یا اینکه میخواهی که خواهرت به باغ حیوانات برود، دلاور کمی فکر میکند و میگوید امروز روز 1 ایون است، روز کودکان است. من حاضر کودک نیستم، من به صنف 5 قدم میگذارم. خوبترش خواهرم رو به باغ حیوانات ببریم. کیفایا ادامه‌اش را شما گویید رمضان. بعد به پدر و مادرش میگوید که خیر معلش این روز عید کودکان است کو من کودک نیستم، من در صنف 5 میخونم و حالا خواهر خردی هم کودک است. شد ادامه‌اش را شما گویید. بعدا پدر و مادر از این گفتار دلاور خیلی شاد میشوند. آنها شاد میشوند که پسرشان کمی هم باشد و با عقل شدند. و بعدا پدر و مادرش خواهرش را با همراهی دلاور به باغ حیوانات میبرد. شما بعد به باغ حیوانات میرود. بعد بابا بیبیش لیکن با همراهی آنها نمیرود. بعد دلاور از باغ حیوانات میآید و با مادرش میگوید که مادر جان برای چی روزها تیز میگذارند؟ دینا نه و که من توپ گرفته به کوچه برآمدم، حاجی میبینم که بگیری شده است. بعد مادرش میگوید که این سوال را از پدرت پرس، من این سوال را نمیدونم. بعدا دلاور به نزد پدرش میرود. در آن وقت پدرش گازته را میخواند و از پدرش میپرسد پدر جان من این سوال را به مادرم دادم ولی مادرم گفتن که رفته از پدرت پرس، من میخواهم به شما یک سوال دهم. پدرش بعدا میگوید خوش پسر جان این چه خیلی سوال بوده است؟ دلاور میگوید پدر جان برای چی روزها حاضر زود گذرند؟ پدرش میگوید پسرم من نیز به این سوال تو جواب دادن نمیتوانم، خوبترش رفته از بابایت بپرس، بابایت شخصی دانشمند هستند. بعدا دلاور به نزد بابایش میرود و میگوید بابا جان چرا روزها زود میگذرند؟ بابایش میگوید من این را با گپ به تو نمیگویم، با سخن نمیگویم، خوبترش من این را به تو اقرار میکنم. فردا ما با همراهی تو به باغ میرویم و در آنجا به کشت و کار مشغول میشویم. بعدا تو میبینی که چه خیلی روزی تو نه آنقدر تیز میگذرد. پگاهی روزی آنها به باغ بابایش رفتند. بابای دلاور یک چند باغ‌های زیاد داشت. او بیشتر به کشاورزی مشغول میشد. وقتی که آنها به باغ میروند آنها درختی توت را از درختی توت میچینند تا که درختی توت را تازه آزاده میگردونند. دلاور چی؟ بعد دلاور در همون وقت با بابایش میگوید که بعد بگهی میشود من همراه جوره هایم به فوتبال میزنیم، من و جوره هایمان فوتبال بازی میکنیم. بعد بابا جان با من اجازه میدی که من به همراه جوره هایم رفته فوتبال بازی کنم. بعد بابایش میگوید خوب معلش. بعد بابا وقتی که به همین باغ می در آمد با یگان کس را می دید، با همراه یگان کس صحبت کردن را یا قصه خود را درباره قصه خود گفتن را نقض می دید و دلاور با همراه بابایش کار کرد و بابایش را یاردم داد. بعد بابا گفت که خیلی هم خوب کار کردم. بعد دلاور گفت ها بابا جان خیلی هم خوب کار کردم. بعدا بابا با او میگوید در این باغ ما یک چند قصه ها رخ میدهند. یکی از آن قصه ها این قصه توتی دوز است. من میخواهم که این قصه رو به تو نقل کنم. دلاور خرسند میشود و میگوید البته بابا جان من این خیلی قصه ها رو نقل میبینم. بابایش میگوید یک روز هنگام کشت و کار من تاقیم را به بالای شاخه درختی توت میگذارم. بعد از کشت و کار کردن من میخواهم که تاقیم را بازگشته در سرم نیهم ولی میبینم که تاقی من در جایش نبود. من به حیرت میافتم و بعد از یک چند کفت و کاف تاقیم را نمییابم. بعدا من غمگین شده به خانه برمیگردم زیرا تاقی را گم کردن این نشانه خوب ندارد. پگاهی روزی وقتی که باز به باغ میروم هنگام کشت و کار من تاقیم را در بالای همان شاخه توت میبینم. من خیلی خرسند میشوم، میخواهم که تاقیم را از بالای آن درخت بگیرم.
ولی میبینم که توقی من الکی لانه شده است. در آن بدونه ها لانه گذاشتن و تخم نیز گذاشتن. من خرسند شدم که توقی من برای کاری نک ضرور شده است و من نخواستم که توقیم را از بالای درخت بگیرم. دلاور این قصه بابایش را شنیده خیلی خرسند می شود و میگوید بابا جان به مانند این قصه در مکتب ما نیز یک قصه رخ داده است. بابا خب میگوید شاهینه ما اگر کلان این حکایه رو نقل کنیم خیلی وقت‌های دراز لازم است. بله. خلاصه همین رو بگوییم که چی باید برای خود گیریم از این نقل حکایه. مرحمت شما. من از همین کتاب خلاصه برآوردم که آدم باید مثل همون چیل دروغه که همه را فره میداد بعد در آب غرق شد. بعد همه با چیل دروغ باور نکردند. بعد در همه وقت من خلاصه برآوردم که ما باید راستگو باشیم و در هیچ جا باید ما گپی دروغ نزنیم. اینک من وقتی که به شما سوال پیشنهاد میکنم با اندیشه دیگر حکایه از شما نمیپرسم. اگر از شما حکایه پرسم برنامه رو با یک حکایه هر دو برادر و خواهر جمع بست میکنید. برای همین سوال ها کوتاه میشوند. اطراف همین سوال کوتاه شما نیز البته جواب دهید. میبینم که پاسختون مکمل صحیح بهترین هر دو زیرک هستید. من در این لحظه میخواهم قرائت کردن شعر رو از جانب شاهینه شنوم. یکون شعری زیبا داره؟ بله من میخواهم که غزل دوست داشته خود را قرائت نمایم. دل به این دنیا مبند دنیای فانی بگذرد. نوبتی پیری درآید نوجوانی بگذرد. ای که داری باغ و بوستان مال و ملک مملکت باغ تو ویرانه گردد باغبانی بگذرد. ای که داری زیر و بازه در جهانی نامدار زیر تو آخر آید پهلوانی بگذرد. این اجل همچو پل است جانها چون کاروان ناگهان بینی از آن پل کاروان بگذرد. شمس تبریزی چی دانی حالتی مستانی خویش کاری تو آخر آید کاردانی بگذرد. خب شاعری دوست داشته کی کدام است از بین شما؟ مثلا شما شاعری دوست داشته من ابو عبدالله رودکی می باشد. چرا؟ من برای که شاعری ابو عبدالله رودکی شعرهای خوب ایجاد کرده است و درباره ادب درباره تق. خب یکون شعر میدونید؟ بله. مرحمت. تا جهان بود از سری آدم فراز کس نبود از رازی دانش بنیاز. مردمانی بیخرد اندر هر زمان رازی دانش را به هر گونه زبان گرد کردند و گرامی داشتند تا بسنگ اندر همه بینگ داشتند. دانش اندر دل چراغی روشن است و از همه بعد در تنی تو جوشن است. دانش چی است به فکر شما شاهینه؟ به فکر من دانش این یعنی عقل خرد می باشد. همه آن چیزهایی که ما از خود می نماییم و رفتارهایی که ما در خود داریم این همه نشانه های دانشمندی است. خب کی رو ما به آداب گفته می توانیم؟ شخصی که وقتهای خالگی خود را با بازی‌های تلفنی منفعت ندارد. منفعت به خود منفعت نمیگیرد. آنها را ما میتوانیم که به آداب گوییم. شخصانی که به گپ‌های پدر و مادر خود گوش نمیدهند، بسیارتر کوچه‌گردی میکنند، بسیارتر باباهای خوب و اعلی نمیخوانند و باباهای پس در مکتب تحصیل مینمایند، گفته‌های معلمه رو در سری وقت اجرا نمایند. آنها رو ما میتوانیم که شخصی به آداب گوییم. خب اکنون سوال برای شماست. کی رو به آداب میگوییم؟ شخصی که از گفته‌های پدر و مادر نمیبراید و شخصی که پدر و مادر را حرمت و احترام میکند و شخصی را با آداب میگویند که شخصی که با گپی کلان سالان یعنی پیران سالان گوش دهند این را با آداب گفته میتوانیم. شخصی که از گپ معلمه یا اینکه معلمه را احترام کند با معلمه با معامله خوب داشته باشد آن را ما با آداب گفته میتوانیم. برای اون که اون نفرانی که کهن سال هستند کلان سال هستند پدر و مادر آموزگار هیچ وقت نصیحتی بد نمیدهد برای خواننده برای کودک برای نوروز. آفرین احسن میگم. و اینجا میبینم روزنامه آوردید
бо худ рӯзнома чун бинандагони азиз медонед ин рӯзнома шиносномаи хонанда аст ки падару модар метавонанд албатта назорат кунанд ва шумо низ албатта воқиф ҳастед медонед ки фарзандони мо шумо вақте ки аз мактаб меоянд дорои анамин гуна як рӯзнома ҳастанд ки аз ҷониби вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон барои ҳар як хонанда тавсия дода мешавад, ҳатмӣ аст ва дар ин ҷо мо метавонем масалан имрӯз дарсҳои хондаи фарзандонамонро назорат кунем ва дар ин ҷо мебинам ки агар аз рӯи холгузорӣ бошад 10 холӣ аллакай аз оне ки аст аз они шумо хуб 10 холӣ аллакай шумо ба хол гирифтагӣ ҳастед хол гирифтагӣ ҳастед офарин аҳсан мегӯям байни фанҳо фанни дӯстдоштаи ки кадом аст фанни дӯстдоштаи ман забони модарӣ математика ва фанни забони англисӣ мебошад зеро дар фанни забони модарӣ мо чистongӯяк мекунем афсонагӯяк мекунем ва менависем фанҳои дӯстдоштаи шумо ман ҳамаи фанҳоро дӯст медорам вале бештар ба ман фанни забони модарӣ забони англисӣ ва фанни математика ва фанни забони русӣ бештар ба ман писанд аст хуб чанд ҳиссаи нутқ аст дар фанни забони модарӣ 10 ҳиссаи нутқ аст ҳиссаҳои мустақили нутқ ва номустақили нутқ хуб зарф чист зарф он ҳиссаи нутқе ки ҳолат ашё замонро мефаҳмонад ва ба саволҳои кай дар куҷо барои чӣ ҷавоб мешавад зарф номида мешавад хуб ибора чист ибора он калимаҳое ки онҳо калимаҳои ҷумлаи нопуррае ки ҷумлаи нопурраро ташкил медиҳад калимаҳое ки ҷумлаи нопурраро ташкил медиҳад ибора ном дорад офарин хуб имрӯз вақте ки забони давлатиро шумо аз худ мекунед барои омӯхтани дигар забонҳо ин замина мешавад бале хуб чӣ нақша ҳаст дар оянда ки шумо ҳамон забонҳои хориҷиро аз худ кунед кадом забонҳои хориҷиро мехоҳед дар навбати масалан хуб омӯхтани забони тоҷикӣ забони давлатӣ омӯзед кадом забонҳоро мехоҳед аз худ кунед ман мехоҳам ки забони англисиро омӯзам забони русиро омӯзам ва забони модарии худро офарин ман албатта мехоҳам ки дар оянда бисёртар ба забони англисӣ рӯй гардонам зеро забони англисиро ман бештар ба забони англисӣ шавқ дорам ва албатта забони русӣ низ дар оянда ба мо лозим аст мо на танҳо забони англисӣ ва русӣ балки дигар забонҳоро метавонем ки аз худ кунем хуб имрӯз дар анамин гуна як ватани гулпӯш озод сулҳу ваҳдат офарин пойдор зиндагӣ дорем бале ҳар як нафари шумо дар алоҳидагӣ албатта ақида назар муҳаббати худро нисбат ба ватан дорад ҳамин гуна аст рамазон ман дар анҳамин навбат мепурсидам ки чӣ қадар ватанро дӯст медорад гуфта метавонад марҳамат аз шумо рамазон агар дили ман хурд ҳам бошам лекин ман дар ҳамин дуруни дили худ ватанро ҷой мекунам зеро ман ватани худро бе ягон чиз иваз намекунем зеро ватан ҷоест ки мо дар он ҷо таваллуд шудаем ва ватан ҷоест ки моро модарамон ба дунё овардааст ва ҷоест ки мо неъмату ҳавои ватанамонро нафас мекашем ва неъмати ҳамон ватанамонро мехӯрем офарин ина ки сахт дӯст медоред ватанро офарин марҳамат ватани мо тоҷикистон аст мо ватани худро хеле дӯст медорем ва наметавонем ки андозаи дӯстдории худро баён намоем агар модари ҷисмонии моро ба дунё оварда бошад ватанамон моро дар оғӯши худ гирифта ба воя мерасонад ва ман мехоҳам ки як шеъре дар бораи ватан қироат намоям бо самимият васфи ту ватан модар аз шавқ ҳама хонем аз дидаву дил беҳтар имрӯз туро донем зебо ватани мои гулбоғу дилороӣ гулпӯшу тавоноӣ машҳур ба дунёӣ офарин ва ман ҳам мехоҳам ки дар бораи ватан шеър қироат намоям яъне ки мехоҳед муҳаббататонро тариқи шеър талаффуз кунед шеър аз шоҳу музаффар ёдгорӣ ватан ин замину ин чаман ин ҳаёту ин ватан бошад ба ҷон баробар чун меъроси халқи ман аз бобову аз падар омад ба мо
این کشور. کشور به ما عزیز است مانندی روی مادر. هر کس که دارد ناموس کشورش را دارد دوست. ما به کشور پیوند مانندی ناخن و پوست. باشد کشور گلستان باشد وطن سرابان. ما وطن و کشور را به جان هستیم نگهبان. آفرین، احسن میگم. یعنی که تاجیکستان رو به نهایت دوست می‌دارید، بله. دوست می‌داریم و انا همین صلح و امنیت است که امروز در برنامه درخشان اشتراک داریم. خب برای اون هم سالان آن استادانی که شما رو امروز تربیت کردن، هم پدر و مادر، بله. هم دهگان، ها شما رو تماشا دارند، برای آنها چی میگید از منبر برنامه درخشان؟ اونها من باوری دارم که امروز افتخار میکنن که شاگردانشون، فرزندشون ها در انمی منبر برنامه درخشان یعنی که معرفی کرده ایستاده است استعدادش رو. چی میگید برای آنها؟ دانش خود را سیقل داده ایستاده است. آفرین. چی میگید برای آنها؟ ما سلام خود رو رسونید. بله من با همسیفانم و با معلمم موجان و نگینه مینداری خود را میرسونم و سلام خود را به همسیفان و پیوندانم و با دوستانم سلام خود را میرسونم. آفرین. شما؟ من اولا سلام خود را به آموزگاران و همسنفانم میرسونم و من مینداری خود را به آموزگارانم بیان میکنم که آموزگارم مسعود و سعادت برای در چنین آزمون ها و در چنین برنامه ها اشتراک کردن من بسیار کوشش می نمایم و من را به آزمون های گوناگون تیار می گردانند و من باز به همسالان خود گفتنی هستم که وقت های خالگی خود را بهوده صرف ننموده اومده در چنین برنامه اشتراک نمایم و دانش خود را صیقل دهم. ما کودکان نورسان با اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای غمخوری‌هایشان و برای کوشششان عرض سپاس و منتداری خود را بیان می‌نماییم. آفرین. احسن که چگونه شرایط مهیا شده است که بله. شما توانستید در آزمون‌ها اشتراک کنید، صاحب جایزه شوید و حالا هم این کوشش شما ادامه دارد. بله. خب اینجا می‌بینم نعیمزاده شاهینه از آن شما است، جزدانی مخصوصی که برای اشتراکچی هر یک آزمون البته پیشنهاد کرده می شود. خب بیایید آغاز میکنیم در بابت اونی که ماهیچه دانا. ماهیچه دانا این افسانه از افسانه های مادرم است. خب از کتاب افسانه های مادرم. مرحبا. ماهیچه دانا در یک بحر کلان یک ماهی زندگانی میکرد و یکچه ماهیچه های داشت. وی همراه ماهیچه هایش سرگشت در بحر را خیلی دوست می داشت. در خطار ماهیچه هایش یکی از ماهیچه ها این ماهیچه دانا نام داشت که او خیلی زیرک و چقان بود. وی هرچند که چقان و زیرک باشد هم از گپ های مادرش سرکشی میکرد و گپ های مادرش گوش نمیداد. هرچند که مادرش او را تنبیه میداد که از بحر از نزد او دور نشود، ولی ماهیچه باز کارهای خود را تکرار میکرد. یک روز هنگام سیر و گشت مادر زغاره همراه ماهیچه هایش در بحر سیر و گشت میکرد که ماهیچه دانا به مادرش گفت مادر جان ممکن است ما به دیگر طرف حوض برویم؟ مادرش میگوید نه، من به تو چند بار گفته بودم که از گپ های من نبرو و همراه من سیر و گشت نما. ماهیچه از قفای مادرش پیشخند زد و به یکی از برادرانش میگوید بیا ما چی گپ های مادرم رو گوش کرده میستیم؟ خوبترش ما الکی کلان شدیم، خوبترش رفته در دیگر جایها به مادرمان سیر و گشت نماییم. مادرمان الکی نمیدونن که ما الکی کلان شده ایم، دیگر ما خورد نیستیم. یعنی خلاصه قصه چی می شود؟ خلاصه ماهیچه دانا که هرچند به مادرش به او تنبیه میداد که از نزد او دور نرود، ولی او سرکشی میکرد از گپ های مادرش. در آخر یکی از برادرانش را همراه خود گرفته به نزد ماهیگیران میرود. در آن وقت ماهیگیران به دریا تور پرتافته بودند و ماهیداری میکردند. ماهیچه دانا فکر میکند که وی به دام ماهیگیران افتاده نمیتواند، ولی چنین میشود که ناگاه یکی از ماهیگیران او را به دام خود میگیرد. بعدا ماهیچه دانا در وقتی که ماهیگیر او را میگیرد از حوض بیرون میکند، وی از گپ های خود به مادرش گفته خیلی پشیمان میشود
و به خود پشیمانیش را به درون دلش میگوید که کاش حاضر به گپهای مادرم گوش میدادم و همراه دیگر برادرانم در حفظ اینچنین آرامانه سیر و گشت کرده ایستاده بودیم. خب شعر درباره دانش تا جهان بود. تا جهان بود از سر آدم فراز، کس نبود از راه دانش بنیاز. مردمانی بخردند در هر زمان، راه دانش را به هر گونه زبان. گرد کردند و گرامی داشتند، تا به سنگ اندر همه بنگاشتند. دانش اندر دلچراغی روشن است، و از همه بد بر تن تو جوشن است. آفرین. استاد ابوعلی ابن سینا به نهایت یک شعر زیبا دارند از قعر گل سیاه. از قعر گل سیاه تا اوج زحل، کردم همه مشکلات گیتی را حل. بیرون جستم ز بند هر مکر و حیل، هر بند گشاده شد مگر بند اجل. خب صلح خانه امید دنیا. خانه امید دنیا کشورم، کشوری پهناور و بختاورم. زین سعادت سر به گردون ها برم، حافظی آزادی بحر و برم. می سرایم صلح را در ساز صلح، تا شود دنیا پر از آواز صلح. خب مهمان به مهمانی نو جستم نامی خوب و مناسب. من گفتم نامش نظر، او گفتا نامش صاحب. من گفتم اینش زیبا، او گفت اینش زیباتر. بعدی بحثی زیاده، نامش شد صاحب نظر. شهر دوشنبه. شهر دوشنبه شهر عزیزم، ای فخر کشور شهر دوشنبه. تو بخت مایی بهتر ز جانی، داریم با تو خوش زندگانی. خواهی که دانا شوی؟ خواهی که دانا شوی، شخصی توانا شوی. گیر این را این کتاب، حکمتی او به حساب. آنکه کتاب مخواند دور ز دانش بماند. چون نفس نوبهار تازه نگاهش بدار. آفرین. مرغابی. مرغابی. ای مرغی نغز آبی، در آبها چیکابی؟ من مرغ آبی هستم، من آب را پرستم. آب است بستری گرم، آب است بالینی نرم. ای مکتبی ما. ای مکتبی ما، تو دل ربایی. ای گلشنی ما، تو دل کشایی. پندی تو را ما داریم در گوش، نکرده اصلا آن را فراموش. برای مایان مهربان مادر، دادی دبستان کتاب و دفتر. میژگانه جان میژگانه. کتاب و دفتر. میژگانه جان میژگانه، خواهر جان میژگانه. میژگانه در باغ بود، زلفش پری زاغ بود. زلفکاش را بافتیم، به پشت سر پرتافتیم. میژگانه روی سبزه، زلفکاش قبضه قبضه. مرچه‌ای که دانه یافت، از تگ دلانه یافت. کشان کشان خانه برد، دانه سری شانه برد. آچه من دانه گفت، دانه یک دانه گفت. شکر کلانک شدی، دانه کشانک شدی. آفرین. احسن میگم. خب شاینا اینجا میبینم که به هر یک سوالی من جواب داده ایستادید. یعنی که معلوم است که شما آمادگی جدی دیدگی هستید برای اشتراک در آزمون. من باوری دارم که همراه استادتان با کمبودی هایی که از روی حکمان پیشتر گرفته بودن اصلاح میکنید. بله. و در این جوده البته موفق هم میشوید. خب اینک شروع میکنیم با رمضان که امروز آمادگی جدی دارد به برنامه درخشان اومده است. آفرین. یک حکایه کوتاه گفته میتونید؟ بله. حکایه از بهارستان عبدالرحمن جمعی. خب در مجلس کسری 3 تن از حکما جمع آمدند. خب یکم فیلسوف روم، دوم حکیم هند، سوم بزرگمهر. سخن به آن جای رسید که سخت‌ترین چیزها چیست. اولا فیلسوف روم گفت در بیماری و سستی نداری و تنگدستی. حکیم هند گفت تن بیمار اندوه بسیار. بزرگمهر گفت نزدیکی اجل با دوری از حسن عمل.
همه به قول بزرگمهر باز آمدند. قطعه پیش کسری خردمند حکیما می رفت. سخن از سخت‌ترین موج در این لوجه غم. آن یکی گفت که بیماری و اندوه دراز و آن دیگر گفت که پیری و سستی حرف. سومین گفت که خوب اجل و سوء عمل عاقبت به ترجیح سوم حکم یکم. خب آفرین احسن میگم. روباه و پلنگ انجامی حکایت چی می شود؟ انجام حکایت روباه پلنگ را فریب می‌دهد و وقتی که پلنگ به روباه نزدیک می‌آید و روباه خود را به گیره می‌زند و می‌گوید که آه پلنگ جان من تو را گفته بودم هفت پشت تو اولاد خوب بودند و هیچ جانور را عذاب نمی‌دادند. تو هم مثل آنهایی. بعد پلنگ خودش را زور گرفت و به طرف او دریا رفت و از پلنگ که عقل نداشت و در همان دریا غلطید و روباه به حال پلنگ غلطیده رفت. آفرین خندیده احسن. رفت. خب برای اون نفرانی که وقتی که سحرگاهان به مکتب رفتنی میشوند و به مؤسسه تعلیمی دیر از خواب میخیزند، برای اونها یک شعر است. خب از خوابک شعر از جوره هاشمی. از خوابک سحر خیز. خب از خوابک سحر خیز میدانمش پدر جان با دستی راست برخیز. میدانمش پدر جان پاکیزه دست تو روی شوی. میدانمش پدر جان پس شکری روزی نوگوی. میدانمش پدر جان یک خیر گو چو رفتی. میدانمش پدر جان هوشیار شو با نفتی. میدانمش پدر جان با راه خود بیرو راست. میدانمش پدر جان در آش کس مشرماست. میدانمش پدر جان پیش از سخن بیندش. میدانمش پدر جان میدانمش نگو بش. میدانمش پدر جان. آزاد امینزاده یک شعر بنهایت زیبا دارند درباره عسکری. درباره کی عسکری میروم. وقتی کلان میشوم به عسکری میروم. میپوشم بر سر خود من کلاهی خوش نمود. از آنی اکم برین ستاره اش تیلاگین. که کلان میشوم کی عسکری میروم. کمزوچه پگاندار تگمچه هایش خطار. ثانی تسمه میبندم این خیل میمانم قدم. یک و دو و سه و چار عسکری تپ تیار. که کلان میشوم کی عسکری میروم. خب رمضان برای شما اینقدر با یک چهره زیبا تلفظی برو شعر خوندن رو کی یاد داده است برای شما؟ با من پدر و مادرم خواهرانم با من همین خیلی نطق را یاد دادن. باید علمینگونه تلفظ کنید. آفرین تلفظ کردن شعر رو با من یاد دادن. آفرین احسن میگم. شما برو میخونید زیبا میخونید. برای همین من با هوس برای شما شعر پیشنهاد کرده ایستادم. من باور دارم که انا این شعر رو شما با یک مهارت زیبا به مثل قهرمان‌های افسانه‌ای به مثل هنرمندان تئاتر میخونید. ما کودکان خوشبخت فرزندی با وفای در راه بخت و اقبال. فرزندی پیشوایم بخت و سعادتی ما. لطف و صفای پیشوا کرده راهی ما را روشن بر سوی فردا. فرزندی استقلالم خوشبخت و خوش اقبالم. با تاجیکستانی خش می فخریم و می بالیم. بخت و سعادتی ما لطف و سخای پیشوا کرده راهی ما را روشن بر سوی فردا. وقتی که در اول در این برنامه اشتراک کردنی بوده در اول ترسیدیدم به فکرم کمی هیجان بود؟ نه ها؟ آفرین احسن میگم. یعنی که در دانش استعداد فتح کردن انما قلعه بلند باید چی باشیم؟ ناترس باشیم، جسور باشیم ها؟ و امروز برای آموزگاران چی وعده میدهید هر دو؟ من وعده میدیم که وقتهای خالگی خود را بهوده نمیگذرانم. بیشتر به کتابخوانی مشغول میشوم. در برنامه‌های گوناگون اشتراک میکنم و پیش از همه در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک نموده سزاوار جای نمایان میگردم. رمضان چی وعده میدهید؟ من وعده میدهم که
بهوده وقتی خود را به کوچه و به تلفن صرف نکرده کتاب را گرفته با همراه کتاب مشغول می شوم و بیشتر به کتاب مشغول می شوم و بیشتر کتاب می خونم و من وعده می دهم که مکتب را با بهای خوب و اعلا ختم می کنم و با خلق خود و با وطن خود صادقانه خدمت می نمایم. آفرین، احسن. خب وقتی که ختم کردید، خدمت کردید، کدام کسب رو انتخاب بکنید شما؟ وقتی که خدمت میکنم به وطن خود من کسب پروکورور را انتخاب میکنم یعنی که در آینده پروکورور شدن میخواهید و با دل نیک، نیت نیک و با دست پاک صادقانه به خلق خود یعنی به وطن خود خدمت نمایم. آفرین، احسن میگم. بینندگان عزیز بینید امروز برای همین وطن عزیز ما فرزندان صادق لازم هستند و امروز به وایه رسیده ایستادن این گونه فرزندها. امروز از برنامه چی گرفتید؟ ما توانستیم که امروز در چنین برنامه جالب اشتراک نموده دانش خود را بیش از پیش سیخل دهیم. خب برای شما چی پسند آمد در برنامه؟ با من سوال و جواب این برنامه و پسند آمد و من باز کوشش میکنم که بهوده وقتی خود را با کوچه یا به تلفن صرف نکرده بیشتر وقتی خود را به کتابخوانی صرف کنم. بینندگان عزیز یادداشت میشیم که برنامه درخشان از جانب اداره تلویزیون و رادیو ولایت سوخت در همکاری با کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت منظور بینندگان عزیز شما میگردد و امروز از تمام گوشه و کنار تاجیکستان به عنوان برنامه زنگ بزنند، خواهش اشتراک کردن رو دارند و ماست قهرمان ما نیست کوشش کردند که به برنامه ما زنگ زنند، پدرشون زنگ زدند و خواهش اشتراک کردن فرزندان خود رو البته خواستند. ما البته دعوت کردیم. من اطمینان کامل دارم که این گونه استعدادها امروز در جمهوری تاجیکستان خیلی زیاد هستند، چون ما امروز مردمی به استعداد هستیم، با فرهنگ هستیم و کوشش میکند که انمی برنامه درخشان اونها را معرفی کند. اگر شما فرزند شما، نبیره شما یا خود شما دارای استعداد و لایقتی فوق‌العاده باشید، پس رقم تلفنی که حالا برای شما نمودار است البته تماس گیرید یا به صفحه اجتماعی برنامه که هم در فیسبوک و هم در اینستاگرام با اسم برنامه درخشان تلویزیونی ولایت سوخت ثبت شده است، البته وارد گردید، درخواست خود را بگذارید، ما البته شما رو به برنامه درخشان دعوت میکنیم. خب بار دیگر تشکر که به برنامه درخشان آمدید. من برای شما برای صاحب کسب شدن، صاحب دانش شدن بردباری و کامیابی میخوام. تشکر زیاد. بینندگان عزیز، چون میگویند نعمت بی‌بها در روی زمین برای انسانیت این سلامتی است. خود و نزدیکان خود را احتیاط کنید تا برنامه‌های دیگر. خیر.